دکتر؟ لازم نگرده، جی پی تی جانم گفته روش میخک بذار. فایده نداشت. خب پاشو بریم دکتر. نه، بتول خانم گفته عنبرنثار رو اول به جوشون قرقره کن حتما خوب میشه. مامان بهتر نشدی؟ خب بیا بریم دکتر. نه فایده نداشت. به دایید بگو بیاد منو 2 تا دود بده. چی کار میکنی؟ دندون اسب پیشکشی که درد میکنه رو دستمال نمیبندن. بفرما مامان خانم، این هم درد کشیدی. از اول گفتم باید بریم دندون پزشکی. الان خوب میشی. آقای دکتر سلام، خدا قوت. سلام عزیزم، خوبی؟ مامانم هستن. شما به همه مراجعینتون میگین عزیزم؟ او عزیزم لطفاً همه دندونای مامانمو ترمیم کنید. 10 بادم ایمپلنت، 20 بادم لامینت لب شیشه‌ای. واسه ببینم چه اردای ناشور میدی، پول از کجا بیارم؟ اصلا نگران نباشه. اولا در مطلب دکتر کیان عقلی که یعنی خادمم، ما خدمات بلیچینگ، کامپوزیت، لامینت و ایمپلنت به صورت اقساط 4 ماهه بدون سود برای همه انجام میده. دوما اصلا قابل یاسمن خانم نداره. شما اسم همه مراجعینتون رو بلدی؟ نه، من تو فرم پذیرش اسم همراه بیمار رو نوشتم. خب دهن تا رو واگ نه. وا واتر چه قشنگ. نه ما می‌خواستم بی اس رو بردارم. من دهن تو واکو وا تموم. حال بعد بستم که دندون تا بی اس رو. او استوری جدید گذاشته ای. شما پیج همه همراها رو دارین؟ یک لحظه چی نگو، 100 بار بهت گفتم با لگد باشگاه اکتک و غیرتی برام. شما برای همه همراه یه غیرت چه خبرتونه اینجا؟ چقدر سر صداست؟ وای دکتر حقیقی مگه قرار نبید دیروز دیگه بیایی؟ تو مگه نگفتی اینجا کار میکنی؟ گفتم کار منم، نگفتم چی کار منم که آبدار چیم. ولم کو بابا. خیلی دروغگویی، پسته ها بس به من دروغ میگی. آقای دکتر سلام، خدا قوت.